سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان همیشگی. امروز میخوام بهتون راجع به کنیستر ماشین توضیح بدم که اصلا کارش چیه و به چه دردی میخوره توی خودرو. ببینید دوستان، این منبع کنیستر هستش که تو خودروهای تیبا و ساینا و کویک سمت شاگرد در قسمت سینه موتور زیر هواکش قرار گرفته. وقتی که شما بنزین میزنید بخارات بنزین میاد داخل این منبع کنیستر ذخیره میشه و وقتی که شما استارت میزنید این بخارات مستقیما وارد موتور میشه و باعث میشه که ماشینتون بهتر روشن بشه. حالا نشونه های خرابی کنیستر چیه؟ اگر کنیستر شما معیوب شده باشه یا خراب شده باشه، گاهی داخل ماشین بوی بنزین احساس میکنید، یا اینکه ماشینتون صبحا که اول صبح میخواید استارت بزنید سخت استارت میخوره. این از علائم خرابی کنیستره.